سلامت باشه برادر عزیز. من خواهش میکنم که از استفاده کلمه های دغل تحقیرآمیز خودداری شود. حتی نسبت امام علی رحمان که نسبت ملت بسیار ظلم کرده است و بسیار جنایت کرده است و شاید از نگاه بعضی دوستان سزاوار همه گونه حرفای پست است، اما ما باید اثبات کنیم، نشان دهیم که از دیگران فرق میکنیم، بخصوص از کسانی که ماها را تهمت میکنن و تحقیر میکنن. بنابراین برادر خواهش میکنم که تلاش کنید همون درد و علم خودت را بدون تحقیر فهمانید. و درباره زمین‌های برگرداندن زمین‌هایی که به خارج داده شد یا فروخته شد یا هدیه کرده شد، کار آسان نیست. ما بیشتر از 1% تریتوری تاجیکستان رو به چین داد حکومت امام علی رحمان. برگرداندن از چین واقعا کار آسان نیست و این را باید ما یک وعده دروغ به مردم به ملت ندهیم. آن چیزی که ما وعده داده میتونیم این است که دیگر یک وجب خاک تاجیکستان به هیچ کس داده نمیشود. ما حالا با قرقیزها مشکلی داریم، ما شاید با افغانستان و ازبکستان هم مشکلی داشته باشیم چون مرزهای ما دیمارکاسیون نشده است پورا. اما یک مسئله دیگر است برادران عزیز، چرا ما این رو فکر نمیکنیم که ما میدونیم که به حکومت به چین چقدر زمین داد یا با قرقیزها چه بحث‌های درباره واروخ داریم، اما ما نمیدونیم که 600,000 کیلومتر کوادراتی تاجیکستان از بین رفته است. یعنی ما در زمان شوروی 143,000 رو از 10 داشتیم اگر اشتباه نکنم مساحت تاجیکستان. خب 1/10,000 کیلومتر کوادراتی به چین داده شد. خب یعنی امروز 1700 کیلومتر کوادراتی ما کمتر زمین داریم. اگر 1/10,000 رو به چین دادیم 600 کیلومتر مربع کجا شد؟ 600 کیلومتر مربع میدونید که 5 تریتوری دوشنبه میشود. مثلا ناحیه شهر استراوشن، باباجان، غفور و اینا رو با هم یک جای هم کنیم چنین این نمیشود. الان حکومت تاجیکستان با مردم نمیگوید که خب این است که سیر آشکار شد به چین، ولی باقی موندهش به کی دادید؟ به کی فروختید؟ کجا شد؟ من این مسئله را تقریبا 9 ماه پیش برداشتم. تا امروز یگان مقام رسمی تاجیکستان جواب نداده است که اقلا نگفته است که کبیری دروغ میگوید، تهمت میکند من این زمین در همین جا است، یا خریطه شوروی دروغ بود، غلط بود، خریطه حاضره غلط است. یگان جواب نیست. خود را با کری، با گونگی، با کوری زدن و ملت هم سراغ نمیکند. خب کبیری مسئله گذاشت چی بعد؟ مردم کجا است؟ ما برای حالا خوب کرده ایستادیم که برای چند متر با همسایه قرقیز تلاش کرده ایستادیم که یک وجب هم از دست ندیم. اما اون 600 کیلومتر مربع که 10 برابر از واروخ و از چارکوه کلانتر است، چرا درباره اون صحبت نمیکنیم؟ کجا هستون؟ بنابراین پیمان ملی وقتی که وضعیت تغییر کرد وارد تاجیکستان شد، اولین کاری که میکند این مسئله ها رو روشن خواهد کرد که چگونه این زمین ها داده شد، به کی گناهکار است، کی جنایت کرد و باید که جواب بگن.